امروز در قصر ملت اساسگزاری صلح و وحدت ملی، پشوای ملت، پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان، پرزیدنتی کمیتای ملی اولمپی کشور محترم امامعلی رحمان با رئیس شهر دوشنبه، پرزیدنتی فدراتسیای فوتبال جمهوری تاجیکستان محترم رستمی امامعلی، دستای منتخب فوتبولبозони навраси تا 16 ساله جمهوری تاجیکستان، غالبانی چمپیوناتی آسیا با فوتبال را که با مدال‌های نقره به وطن برگشتند، با نشان قدرشناسی به حضور پذیرفتند. اقدام شایسته ای که از جانب پشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای اعضای این دسته عملی گردید. از فوند ذخیروی پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان به 33 نفر به هر یک آنها 20,000 سومانی در مجموع 660,000 سومانی تقدیم کرده شد. ضمن صحبت با ورزشکاران نخست سرور دولت محترم امامعلی رحمان غلبه دسته را در چمپیونات آسیا با فدراسیای فوتبال کشور به ورزشکاران و به مردم جمهوری مبارکباد گفتند. پرزیدنت مملکت تاکید داشتند که غلبه نورسان در تاریخ فوتبال تاجیک دستاورد بزرگ است و این نتیجه تلاش و تدبیرهای حکومت جمهوری تاجیکستان، فدراسیای فوتبال کشور و زحمت صادقانه خودی فوتبالبازان می باشد که در یک چاره‌بینی بزرگ ورزشی با نتیجه های ارزنده به وطن برگشتند. سرور دولت ابراز داشتند که در بین 45 دسته عالم سزاوار جای دوم گردیدن و پرچم دولتی را بالا برداشتن این شرف بزرگ است و هم باز یک عامل معرفی دولت و ملت و بالاروی آبرو و نفوذ کشور در عرصه جهان می باشد. یادآور می شویم که مرحله اول و انتخابی چمپیونات آسیا به فوتبال بین دسته‌های منتخبی تا 16 ساله در تمام کشورهای آسیا از جمله در تاجیکستان از 16 تا 29 سپتامبر سال 2017 برگزار گردیده بود. چمپیونات آسیا به فوتبال بین نورسان تا 16 ساله در دو مرحله با اشتراک 45 کشور قطعه آسیا برگزار گردید. مرحله نهایی چمپیونات آسیا بین نورسان ماه‌های سپتامبر و اکتبر سال جاری در کشور مالزیا با اشتراک 16 کشور قطعه آسیا برگزار گردیده. تیم منتخب تاجیکستان از خود مهارت بلند کسبی نشان داد. ورزشکاران تاجیک سزاوار جای دوم گردیده به جام جهان اوید به فوتبال بین نورسان زیر 17 ساله که سال 2019 در کشور پیرو برگزار می‌گردد را خط گرفتند. در حقیقت غلبه منتخب فوتبالبازان نورسی تا 16 ساله جمهوری تاجیکستان غالبانی چمپیونات آسیا اوید به فوتبال روحیه مردم شرفمند تاجیک را بالا برداشته در دل نورسان شوق و هوس را نسبت به این بازی عالم شمول بیدار کرد. اکثر کل مردم جمهوری بازی‌های نهایی را تماشا کرده و دسته دوست داشته خود مخلصی کردند. در آخر صحبت پشوای ملت پرزیدنتی کمیتای ملی اولمپی کشور محترم امامعلی رحمان بار دیگر غلبه را به ورزشکاران تاجیک مبارکباد گفته با اطمینان ابراز داشتند که نورسان جمهوری با صداقت بلند مسئولیت و مشق و تمرین‌ها در جام جهان اوید به فوتبال در کشور پیرو با غلبه به وطن برمیگردند و بار دیگر شرف کشور را در عرصه عالم حمایت می‌نمایند.